این اصلا شهر شاهی است. در اینجا شاه، وزارت، خوب نوکرهاش، خوب خدمتگارها زندگی میکنند. این لوح است که بالای به اوستا میستاد. اوستا رو که میکردن قدیمترین لوح در جهان است. ما اومدیم همون تپه‌ای که حاضر برجسته، همون یک تپه خاک بود، دیگه چیز دیگر نبود. من همون تپه رو دیدم، گفتم این برج آتش است. بعد وقتی که کار سر کردیم، این دیج شاهی را کشف کردیم، بعد این معبد آب کشف کردیم.